هموطنان عزیز، در تاریخ دولت و ملت‌های جهان رویدادهای به وقوع می‌پیوندد که سرنوشت و راه میبعدی آنها را معین می‌کند. چنین رویداد مهم در تاریخ دولتداری نوین تاجیکان قبول نخستین کنستیتوسیای تاجیکستان صاحب استقلال می باشد که ما امروز 30 سالگرد آن را تجلیل می نماییم. با کمال افتخار و سرفرازی تمام خلق تاجیکستان، هموطنان برون‌مرزی و همه شما حاضرین ارجمند را به مناسبت این سنه واقعاً تقدیر ساز و تاریخی صمیمانه تبریک و شاد باش میگویم.